سلام علیکم. بابا اگه بیننگی نمیشه چری مادرم یک 50 زنگ به شما بزده گوشی خود جواب نمیدین بوق میخوره ور نمیداریم. تو اگه بیننگی نمیشه و علیکم سلام. اگه بیننگی نمیشه مادر تو از من دیگه ما چری گوشی خود بردارم. چه کنیم؟ اگه بیننگی نمیشه مادرم به شما ما از شما بپرسه ننه من اینا گوسفند خود کشتن گفتم به اون جگا میری یا چاش به شما غلوتیرش پخته کنم. کی گوسفند کشته؟ بیبی مدگه. خب میریم اونجی یا به شما چاش غلوتیرش بار کنم. برو با مادر خوب بگو اگه بیننگی نمیشه بزو سرا نریم غلوتیرش پخته کنم. چاش غلوتیرش بار کنین. تو برو بزو سرا بیبی خو اگه بیننگی نمیشه به تو میگم. انا چیز کو برو جزغالا بستو بیار من نزمتا غلوتیرشا با مادر خوب بگو کامل بس کام وقت اگه بیننگی نمیشه انا بنده بروی غلوتیرشا پاشتی به اینجوری میام رزه کنه. دیگه پار میگم اگه بیننگی نمیشه تا به کی ما این دق باشین شما و مادر ما اگه بیننگی نمیشه اشتی کنیم بریم برات کار خوب رد یک دقیقه به غیریت هم یلا کنیم. چی میگین شما؟ بچو اگه بیننگی نمیشه تو دیگه یا اشتی خود پیار خو. من فعلا دیگو اگه بیننگی نمیشه شما خودیم اشتی کنی با خود ننه من بیایم اشتی کنیم مادر من قرار کرده پس مو آدم خوب شی. و بنده پنجه خو خیست ما یا پلاس؟ ما پلاس. از ما و شما خلاص. چی خلاص؟ پیرداری به چی؟ نه دیگیت خلاص. دیگیت خلاص. بابا جو ساو که زنگ زنم با مادر. الو لیلا اگه بیننگی نمیشه میری به سلام نانه خو میری وسای کو بیامد کجی نانه به من جگا بگفتک گوش که چی میگم ما کجیر کو اشتی کردیم اگه بیننگی نمیشه تو دیگه یا اشتی کی؟ اشتی خب شما میگین که ما از تو دیگم دیگه شما که تقریبا 15 روز میشه. حالا با ما یک کلمه بگو بچه تو بیامدن خودم اشتی که اگه بیننگی نمیشه دیگه یا اشتی. ما چی میگم؟ ما چی بگم؟ من میگم من که فعلا بیننگی اگه نمیشه من انگار که اشتیم. کجیر اشتی که خود سیه اشتی دیگه زمین مایی خود چوب که کلی خور بده کلی خورم اینجا بده دستمه. خب خشتمه یا پلاسه انگار که کلیک به کلیک تونه دیگه چی فرق میکنه؟ خشتمه یا پلاس؟ میگه خشت چی بگم من؟ بابا وقتا گوشی هم اشتی شده بیا بسرا سعی که تو اگه خشت مای زن شدری ما و تو تا بهشت درست همیتا میشه. اگه پلاس مای زن شدری ما و تو خلاص درسته؟ درسته خداحافظان خشت مای هرچی بابا بدن شما میای میگه دیگه نگی اگه بیننگی نمیشه خداحافظ میام. برو اگه چیز غلط دارم برو مثلا نمی خوب برو مامانه میام بگو ببار کنن خیلی بار پیاز هم بندازن کچولا هم بندازن کچلو شغلم هم شغلم خداحافظ. سفید دستی مبوش کالای سیارا به جلوه میکشی ظالم تو ما را میخونی ماما کجا میری بابا جیگر خیلی هست جنجوی شتان مراد قرار غریری خدا را شکر خوبم چیگه پای اعترافا شما قرار غریریه
کجا بیدی کجا میری ماما؟ میرم که ماما مادر خور از سرا خور دارم بیارم به سرا شما. خب پیرتو کو نمیگذاره کجا اله بیله میری؟ تو خبر نداری که پیرتو نمیگذاره؟ آخه پیرتو و مادرتو کو دیگیم شما دیگ نیم از اندگار. نه دیگه دیگ نی. ما و پیر مشتی کردیم مادر ما و پیر مشتی کردم. دیگه اشتی کردم خلاص. آخه ماما 2 ماه میشه که اینا عذاب دیگم. بیخی دیگه رنگ خونه بشده بیدی. روز تاشو بینا جنجال میکردم. خوب شد اشتی کردم. میگم پیرتو که دیگ بود مادرتو ازم سرا ما امور بکشتونده بود با مادرتو گفتو نگفته بود که دیگه به سرا مادر بابا مادر ما و پیر مشتی کردم برو. ما و پیر ما مشتی کردیم. اشتی کردیم شما. همولی معمولی پیش پیر خونی آمدو. ما و پیر مشتی کردیم. پیر ما و مادر ما مشتی کردم. حالی میرم که مادر خورد دارم بیارم به سرای شما با چاش پیر من میام به جغزال خورده. صحیحه ماما جو برو دیگه بیار مادر خودم. مادر می اکثر تشویش میگه که سکمی گوسپندا خوب بکش که ان دختر من نمیذاره تو تو حال نکشیدی ما خود نمیکشید که گوسپند کدام لندی کنه با کشیدن چی داره بازم مادر من شاید بکشه معلوم نیه. خوبه ما بیشتر بیارین فقط تو 100 دیگه به خیر ساس فکاتی صحیحه پیار خودم بگی چاش بیان که جزغاله بخورن که با یک دم نگه به دل خو که سکمی جزغاله ها خسور ما خوشی ما بخوردم یاد من نکردم اما یک که قصه دختر پیار ما گفتن تو برو مادر خوبت دارن ببر به سرا بیبی خوب من چاش میام. خب صحیحه خوب شد دیگه الهی شکر که اشتی کردیم صحیحه. خوب شد که شما رو بدید. سلام علیکم. علیکم السلام. خیره. اول خوبه. شکر زنده باشه. من رای کردم برای شما. ما برای رمسه کتو. بچی خوشلوچی خور بگردم. ما مادر کجیر دیگ بدیم. فهمیدی؟ بگو. ما تقریبا شاید 2 ماه یا کمتر یا بیشتر میشه دیگ بدیم. ما اشتی کردیم. اشتی که کردیم صبح کجیر بیامد بدم سرزمین آمده گفت که بابا اشتی کنیم خو اشتی کردیم بعدن او وقت خود مادر خو برفته و خونه ببو خو فهمیدی که امروز چاش جزغاله دارم تو برو با مادر خو به پیره خو سلام بگو شو خاله میگفته که سلام به شما میگفته بگو بابا باجی شما به شما سلام میگفته گفته حالا نمیتونیم ما با جا شما بیام فهمیدی باز به خیر خوشی یک روز دیگه میایم. من نمیگم که ما گوسفند کشتن شما رو میمون کردیم ما با خونی بیبی خونه شما رو گفتم بیای بیبی ما گفتن شما هم بیای. شما هم بخونی خوشی منه؟ ما هم سرا بیبی منه. خواهی تا کجا میرفتی؟ خب من بیامدم برای شما آمدم دیگه کجیر گفتم کجای پیرت که با سرزمین های ماست میام پیش شما خوب شد که شما رو بدیدم. خب ما کسو به کجیر بگفتم که شما برای من میام. خب بیاین که پس برای من برای شما رای کردم. یعنی خوشی و معمی تعزیز دونه شده که شما رای کردم برای دیگه شما خود زن خو بچه خو اشتی کردین دیگه گفتم وقت از شما چاش بیای و واسونه مادر کجیر بیدار اینا بیدم سرا بیدم مادر تو هم بیا مادر مادر بیشتر میشه وی تا بگو دیگه سرگی تو نمیخوانی کو من فکرم برسید عوض کما گل چی ماهی؟ رسته بگیر از این بمیان بکنی غلا که دیگه ببرین تا چیزا تا جزغالا بابا تا جزغالا کسی بهمین نمیکنه. آره تو دیونه مغز سر جزغالا بهمیه این بهمیان مردم نکنیم بهمیان مردم کسی تا جزغالا بهمیه نمیکنه. نمیکنه کسی تا جزغالا. من یک روز بدیدم این بهمیان سرخ کرده بود به تا جزغالا پیاز میندازم. به تا چی؟ جزغالا پیاز میندازم. کچالو میندازم. بابا همین کچالو بهمیه و همین پیاز چی فرق میکنه؟ اینا هم برار کچالو پیازه اینا جزغاله اینا بهمیه. خب کچالو کینه؟ خب کچالو مگه باشه خود پیاز باشه مگه گوشت باشه بنجیرمی فلفل اینا رو نمیندازم. اونا با مگه سیبی با میای خود شما یک روز بهمیه کنده بریم حالا نه کازم اینا ببرین بریم کار اینا رو میخورم با نگین بخورم حق ما نگاه میدنم ور از اینا ببرین دیو بابا با تب جزغاله کسی بهمیه نمیندازه بریم دیگه دروغ نمیگی نه بریم اگه با گفتم برو مگرم بیای حسین با من میام سیکو بهمیه مردم چه کار میکنه خب میگی نماین دیگه خب نماین نمیتونه اندازه خودت میگی نماین